همه ما دوست داریم زندگیمون تغییر کنه. خیلی وقتها فکر میکنیم برای تغییر باید کارهای بزرگ انجام بدیم. اما حقیقت اینه که تغییر واقعی از کارهای خیلی کوچیک شروع میشه. کتاب عادتهای اتمی به ما یاد میده که اگر هر روز فقط 1% بهتر بشیم، بعد از 1 سال 37 برابر قوی‌تر و موفق‌تر خواهیم بود. ولی اگر هر روز 1% بدتر بشیم، در نهایت به 0 میرسیم. بخش اول. فرض کنید میخواید زبان یاد بگیرید. 1 شب مطالعه هیچ فرقی ایجاد نمیکنه. یا 3 روز باشگاه رفتن شما رو ورزشکار نمیکنه. اما اگر همین کار کوچیک رو هر روز تکرار کنید، کم کم تغییر بزرگ اتفاق میفته. از طرف دیگه 1 بار غذای ناسالم خوردن هیچ آسیبی بهتون نمیزنه. اما اگر هر روز همون انتخاب رو داشته باشید، بعد از چند ماه نتیجه رو در بدن و انرژیتون میبینید. بخش دوم. خیلی‌ها روی هدف تمرکز میکنن. مثلا میگن میخوام 10 کیلو وزن کم کنم یا میخوام 50 کتاب در سال بخونم. اما مشکل اصلی اینجاست که هدف به تنهایی کافی نیست. چیزی که اهمیت داره سیستم یا همون روند روزانه است. اگر به جای تمرکز روی 50 کتاب روزی 20 دقیقه مطالعه کنید، به شکل طبیعی به هدفتون میرسید. هر عادت از 4 مرحله ساخته میشه: نشانه، میل، عمل و پاداش. حالا فردی رو در نظر بگیرید که میخواد یادگیری زبان رو به یک عادت ثابت تبدیل کنه. پس میاد از اولین مرحله یعنی نشانه شروع میکنه. نشانه گذاری اولین جرقه‌ایه که عادت رو فعال میکنه و بهش یادآوری میکنه وقت یادگیریه. مثلا همیشه جزوه اپلیکیشن زبان رو روی میز یا صفحه اول گوشیش میذاره و همین نشونه ها باعث میشه ناخودآگاه یادش بیاد باید زبان رو شروع کنه. دومین مرحله میله. باید یادگیری رو جذاب کنیم. مثلا زمانی که میخوایم درس بخونیم یا لغت جدید یاد بگیریم، با نوشیدن قهوه یا چای همراهش کنیم یا از موسیقی ملایم استفاده کنیم. اینجوری ذهن یادگیری رو با حس خوب پیوند میده. سومین مرحله عمله. کار رو آسون شروع کنین، چون ذهن ما عاشق سادگیه. نگیم هر روز باید 4 ساعت یاد بگیرم. به جای این بگیم فقط 10 دقیقه یاد میگیرم یا یک لغت جدید تمرین میکنم. وقتی شروع میکنیم ادامه دادن خیلی راحت تر میشه. و مرحله آخر پاداشه. بعد از یادگیری حتی یک بخش کوچیک به خودمون پاداش بدیم. مثلا چند دقیقه استراحت کنیم یا آهنگ مورد علاقمون رو گوش بدیم. یا به خودمون بگیم من امروز 1 قدم جلو رفتم. این پاداش به مغزمون یاد میده که یادگیری چیز لذت بخشیه. و در آخر باید بگم تغییر بزرگ از کارهای کوچیک میاد. اگر هر روز فقط 1 قدم بردارید، در طول زمان نتیجه میگیرید که حتی خودتون رو هم شگفت زده میکنه. یادتون باشه، وقتی عادتاتون رو تغییر بدید، زندگیتون هم تغییر میکنه.